یک برادر من 6 سال می شود که در زندان است. مادرش با یک دختر صحبت کرده است و وضعیت پسرش را با دختر هم صحبت شد. دختر از برای خدا به یگان مهر پسر را گرفته. 3 سال شد ما هم زندگی دارند اما فرزند ندارد. این برادر ما با زنش جنگ کرده است، رشک کرده است. زنش را با تلفن گفته است من تو را 3 طلاق کردم، یگان شاهدم ندارم. اما زنش باشد به نام الله مهربان قسم میخورد که من 3 طلاقش را نشنیدم. جوابت را دادم، رو گفتنش را شنیدم. برای این گفته ها 6 ماه میشد که از همدیگر جدا. خب دیگر را ندیدن. میخوان فتوای شما رو شنوم. بابا جان التماس سوال ما رو در اینجا مهم است. خب انا اولا که در حبس بوده است، خیلی دختری مسلمان خوبی با طاعت عبادت با توفیق بوده است که روزیش دید نکاح کرده گرفتهش. خیلی دختری خوب است وگرنه دیگر در حبس بودگی را کیم چی فکرها میکنن این مردم. وقتی گرفته است 3 سال گفته است شما 3 سال زندگی کرده است و رشک کرده 3 طلاق گفته است. خب 3 طلاق گفته است، 3 طلاق شدگی است. اما در اینجا زن قسم میخوره که من نشنیدم. شنیدن شرط نیست، شنیده است نشنیده 3 طلاق شده است. شاهد در نکاح لازم است، شرط است. نکاح به شاهد درست نمی شود. اما در طلاق وقتی که مرد خودش به زبانش میگه طلاق کردم، فرق نداره که مرد در امریکا باشه، در خیتوی باشه، در استرالیا باشه، در همون جا بگه زن من طلاق کردم، زنش طلاق شد تمام. اینجا نه شاهی در کاره نه شنیدن زن در کاره. وقتی که به دهانش میگه طلاق کردم طلاق شدگیه. 3 طلاق شدگی شما موافق 4 مذهب 3 طلاق هست. خب دیگر گفته است که سلام علیکم داملوی عزیز، من صنف 2 بودم، نماز میخوندم تا شوهر کردنم. خب مردی عرقخوری بینماز مرا چی کرد؟ میزدم و میبستم، در دهانم عرق میریخت. میگه سطر نکن، اینجا رسیه های آزاد بگرد. آخه ما را تربیه سطری و نمازی دادن. حتی یک رول مونچه پشتم فکر میکنم لیچ گشتیسم، شرم میکنم. الحمدلله ما مسلمانی، تربیه ما مسلمانی هست انشاءالله. البته که خواهر عزیز این بلایی که به سر شما آمدگی است، حتی این بلا نه نصرانی هم نمیکنه یهودی هم نمیکنه. یگان جمعه نشنیدیم که یگان نصرانی زنش ببنده و عرق در دهنش بریزه یا یگان یهودی را. حتی همه آدمایی که بدراه هستن این کار را نمیکنن. این شوهر شما وقتی که شما را بسته و عرق در دهنتون بریزه، وقتی که البته که شما را میخواه که به حیا باشین، به این خیل شوهر زندگی کردن اگه خودتون فکر کنید. وقتی که این کارا را بکنه، عرق ببنده دست پوتا در دهنت بریزه، به شرم و به حیا و مثلا برهنه گشتن روزی باشه، این کجا مسلمان است؟ شما خودتون اندیشه کنین و خودتون خلاصتون برارین. ممکن که عمر شما را خدا دراز کرده باشه، ممکن که 80-100 سال عمر بینیم. با این خیل شوهر چه خیل زندگی میکنیم؟ وقتی که خط این خیل میکنه فرزندات چه خیل میکرده باشه؟ اگر اصلاح شود دعا کنی خدا اصلاحش کنه، توفیقش کنه، بسیار خوب. لیکن اصلاح نمیشیدنی باشه، شما باید که السلام علیکم داملوی شیرین سخن. یعنی که در حیض بوده مرد میتواند با همین زن، خب اینجا دیگر چیزا گفته مقصد که حالت خودش پس کنم شهوتش. خب در حالت حیض، در حالت نفوس البته که نزدیک کردن منع است. آیت قرآن منع است. خداوند میگه ولا تقربوهن حتی یطهرن. البته خدا تاکید میکند بنونی تاکیدی ثقیله، ولا تقربوهن، هرگز با او قریب نشین
حتی که نیک پاک شوند. در این حالت بعضی مسائل فقهی هسته. البته اینا از یگون ملوی که در همون گرد اطرافتون باشه مسائل فقهی هست، همون رو بپرسین، همین مسئله رو خوب میفهمونتون. حال در این نوار یعنی گفتن مو کم ترک در اینجا وزمین میشود برای ما جوابین. دیگر گفته سلام علیکم دامنای شیرینسخان. وقتی که نماز خوندن بر زبان سوره ها رو خونده ایستاده ای، اما در دلت گپ های کفر میگذرد. همین قدر کوشش میکنی سوره ها رو بلند میخونی، لیکن با تگ دلت گپ ها حتی میگذرد که آدم به زبان گفتنش کافر میشود. التماس جوابش رو چی قدر ترس و حراس دارم. اینا وسواس میگن برادری عزیز، شما باید نترسید. اینا شیطان البته که از جنیات است، وسوسه در قلب شما پیدا میکنه و مثلا نعوذ بالله همی گفتگی که گپوی کافر میشه، خدا را و پیامبر و نماز و قرآن و شک شبه میارد. در همین حالت های کسلی وسواس است. شما انشاءالله که اهمیت نتین بایی، نه ترسی، نه پروا هم نکنید. هر چقدر ترسیدی عصب شما خراب شدن میگیره. یک بار شیطان و جن قوی میشود. ذکر زیاد کنین، لا حول ولا قوت الا بالله زیاد بگین، صلوات بر پیغمبر زیاد بگین، استغفر الله را زیاد بگین، تلاوت قرآن داشته باشین، حرکت کنین که لقمتون از حلال باشه، حرام نخورین. انشاءالله وسواس نیست میشود. دیگر گفته سلام علیکم استاد عزیز، اگر مرد و زن داشته باشد نام طلاق را نگیرد و برای معامله ناخوب کردنش زن دویم که در خانه مادرش بود برآمده به خانه مادرش رود. یعنی بعضی سوال رو نمیفهمیم، کم ترک همون نویسندنده با سوالانه بنویسیم. اینه گفته است که در خانه مادرش بود برآمده به خانه مادرش رود. این خیلی گپه. در خانه مادرش بود برآمده خانه مادرش رود. خب بعد چندی به یکدیگر خوب شوند، به خاطر فرزندان نشون زندگی کنند. چه حکم دارد؟ میفهمونید؟ این در اول گفته است که نام طلاق رو نگیرد. نام طلاق رو نگیرد هیچی نمیشود. کنایه طلاق نگفته باشه، نام طلاق نگفته هیچی واقع نمیشه. اما این سوال خودش نافهمو است، مقصدش نفهمیدیم.